هفتم سپتامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 21:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه لکسوس شریفزاده محمد سال تولدش 1995 ساکن نویه قبادیان هنگام حرکت در شورای دوشنبه بختر در حدود نویه رودکی از اوده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خردسال لقایف ابوبکر سال تولدش 2013 ساکن نویه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه خردسال لقایف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 60 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2021 مرد 50 ساله ساکن شهر ایسار که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با روی فریب به باوریش در آمده از او 140,000 سامانی گرفته وعده داده است که به او یک عدد تراکتور گرفته می‌دهد اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق نامبرده ماه اکتبر سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن شهر کولوب در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه دولند را به مبلغ 150,000 سامانی نرخ‌گذاری کرده گرفته 45,000 سامانیش را داده باقی مانده 105,000 سامانی را تا حال برنگردانیده است. نامبرده با امین را ماه اکتبر سال 2021 به باوری زن 56 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 361,200 سامانی و به مبلغ 600,468 سامانی ارماتور گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه مرد 28 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 12 ماه سال 2022 مرد 38 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او برای تجارت 300,000 سامانی گرفته وعده داده است که در مدت 3 شبانه روز مبلغش را برمیگرداند اما نامبرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که مرد 32 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 700 خلطه ارد نو برکت را به مبلغ 168,700 سامانی گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه مبلغش را برمیگرداند اما نامبرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.